سلام، با قسمت سوم از فصل اول ریاضی پایه هشتم عدد صحیح و گویا در خدمت شما هستم. در قسمت قبل دیدیم که گاوس در ریاضیدان مشهور آلمانی در بچگی چطور تونست اعداد 1 تا 100 رو خیلی سریع جمع کنه و نتیجه رو به معلمش بگه. بعد از اون ریاضیدان‌ها به این فکر افتادن که چطور میشه این کار رو برای هر مجموعه از اعداد متوالی که با فاصله ثابت از هم قرار دارن انجام داد و براشون دو تا فرمول به دست آوردن. یکی این هستش که بتونیم تعداد این اعداد رو به دست بیاریم، یکی هم که مجموع اعداد کدومه. اعداد متوالی یعنی اعداد پشت سر هم مثل 1 2 3 4 5 6 فاصله ثابت از هم داشته باشن، یعنی بین 1 2 3 4 5 هر کدومشون یک واحد فرق داره. اعداد متوالی میتونن مثل 2 4 6 8 باشن که فاصله ثابت بینشون عدد 2 هستش. توی مثال بیشتر با این دو تا فرمول آشنا میشیم. حاصل عبارت زیر را به دست آورید. 3 به اضافه 6 به اضافه 9 به اضافه 1 تا به اضافه 204. ما اصلا نمیدونیم چند تا عدد تو اون سه نقطه هستش. این دنباله با این ترتیب ادامه داره که بین هر کدومشون فاصله ثابتی وجود داره. فاصله ثابت بینشون چه عددی هست؟ 3 با 6 3 واحد اختلاف داره. 6 با 9 3 واحد. همینطوری تا آخر. پس فاصله ثابت بینشون 3 هست. عدد اول عدد 3، عدد آخر 204. پس میتونیم تعداد اعداد و مجموع اعداد رو به دست بیاریم. تعداد اعداد رو برای چی میخوایم؟ چون توی فرمول مجموع اعداد نهایت این کسر رو باید ضرب در تعداد اعداد کنیم. پس اول تعداد اعداد رو به دست میاریم. فرمول اینطوری بود که عدد آخر منهای عدد اول بر روی فاصله اعداد، یعنی 204 منهای 3 بر روی 3. این 3 پایینی فاصله اعداد، نه عدد اول. 3 صورت کسر عدد اول هستش. اولین عدد اون دنباله. کل کسر باید به اضافه 1 بشه که نهایت جوابش میشه 68. یعنی تو این دنباله ما 68 تا عدد داریم. تو این عدد متوالی از 3 تا 204. حالا مجموعشون رو به دست میاریم، چون بینشون علامت جمع هستش. مجموع کل رو به دست میاریم. عدد آخر یعنی 204 به اضافه عدد اول یعنی 3 تقسیم بر 2. این عدد 2 توی مخرج اینجا عدد ثابتی هستش که توی این فرمول هست و ربطی به این دنباله نداره. همه جا این 2 رو میذاریم. ضرب در تعداد اعداد که به دست آورده بودیم 68. نتیجهش میشه 7038. همیشه که بین اعداد متوالی با فاصله ثابت علامت مثبت یا جمع رو نداریم. ممکنه که منفی هم باشه. در این صورت چیکار میکنیم؟ 2 به 2 اونا رو جوابشون رو به دست میاریم و حساب میکنیم. نگاه کنین الان 10 منهای 12 بعد به اضافه 14 بعد منهای 16 به اضافه تا به اضافه 102 منهای 104. همونطور که میبینیم یکی در میون مثبت و منفی قرار داده شده. حالا 10 و 12 فاصلهشون چقدره؟ 2، یعنی 10 منهای 12 میشه منفی 2. دوباره 14 منهای 16 میشه منفی 2. تا 102 منهای 104 میشه منفی 2. پس ما میایم این تعداد رو به دست میاریم. اولین عددمون 10، آخرین عددمون 104 تقسیم بر فاصله اعداد که 2 هستش میکنیم. فاصله عدد مثبت تقسیم بر 2 میکنیم. میشه 48. تعداد اعدادمون میشه 48 تا. آیا این تعداد اعداد 10 تا 104؟ نه. ما اینا رو دو تا در نظر گرفته بودیم. پس این 48 رو تقسیم بر 2 میکنیم که بگیم چند تا دسته دوتایی داشتیم. میشه 24 تا. حالا 24 تا هر کدومشون فاصله شون منفی 2 بود. یعنی که 24 تا منفی 2 داریم. 24 ضرب در منفی 2 میکنیم میشه منفی 48 که حاصل این عبارت هست. سوال دیگری که امسال حتما توی امتحانات می‌بینین و اینکه خیلی باهاش برخورد دارین هستش که بعضی وقتا یه سری اعداد رو با سر هم قرار میدن و بینشون جاهای خالی که بهتون میگن که اینجا مثبت یا منفی بذارین به طوری که حاصل کل این عبارت بزرگترین باشد یا کوچکترین باشد. خب
وقتی که ما توی یه عبارت تعداد اعداد مثبتمون و مقدار آنها تعداد اعداد مثبتمون زیاد باشه، مقدارشون هم بیشتر باشه، بزرگتر باشه، همینجوری عدد بزرگ و بزرگتر میشه. و هر چقدر تعداد اعداد منفی بزرگتر باشه و مقدار اون اعداد منفی بزرگتر باشه، خب حاصل عبارت طبیعتاً کوچکتر میشه. پس وقتی که برای مثال توی عبارت اول میخوایم حاصل بزرگترین باشد، یعنی اعداد منفی رو اگر علامتی پشتشون میتونیم بذاریم به مثبت تبدیل کنیم که هی بزرگ و بزرگتر بشن و اعداد مثبت رو سعی کنیم مثبت بمونن. یعنی توی جا خالی اول که بعدش -2 هست، چون منفیه ما یه منفی پشتش میذاریم که منفی در منفی بشه مثبت، بزرگ بشه. -5 که مثبت هست، ما دیگه با علامتش فقط کار داریم، خود عددی که نمیتونیم تغییر بدیم. پس یه مثبت پشتش میذاریم که مثبت در مثبت همون مثبت باقی بمونه. بعدی -6 هست که علامتی پشتش بخوایم بذاریم منفیه، چون منفی در منفی میشه -6، بزرگ شده. قبلا -6 بوده، الان تبدیلش کردیم به -6. و در نهایت -9 رو داریم که پشتش باز مثبت رو میذاریم که کوچیک نشه و همونطور بمونه. حاصل میشه -19. حالا توی مثال دوم همونجوری که خودتون هم میتونین حل کنین، ازمون خواسته که طوری علامت ها رو بذارین، علامت جمع و منها رو بذارین که حاصل کل کوچکترین باشد. وقتی کوچکتره که ما عدد منفی بیشتر و بزرگتری داشته باشیم. پس توی عدد اول، جا خالی اول که بعدش -2 هست، مثبت میذاریم که اون منفی باقی بمونه و بعدی که -5 هست پشتش منفی میذاریم که منفی بشه، چون ما میخوایم حاصل رو کوچیک کنیم. بعدی -6 هست، چی میذاریم؟ مثبت میذاریم. بعدش -9 هست، بعدش چه علامتی رو میذاریم؟ منفی میذاریم که منفی در مثبت بشه، منفی و حاصل کوچیک و کوچیکتر بشه. حاصلمون میشه -25. ممنون که این ویدیو رو توجه کردین و خوشحال میشیم که نظراتتون رو تو کامنت بذارین، سابسکرایب کنین و لایکمون کنین. در ادامه ویدیوها میتونین ادامه این فصل رو مشاهده کنین.